سلام درود دوستان عزیز، بینندگان، همزبانان، همتباران و پیروانان مهربان. خوب امروز درباره یک موضوع صحبت میکنیم با شما. خوب اینم باشد 6 ماه پیش ما شروع کرده بودیم با تاجیکان دنیا درباره پیشنهاد برای پیشرفت ملت گپ بزنیم. فکر میکنم که شما مرا فهمیدید. خوب دربارش خیلی زیاد گپ زدیم و در اینجا حتی تاجیکان پاکستان هم پیدا شدند و تاجیکان قزاقستان پیدا شدند، یعنی در صحیفه های ما اومدن لایف گپ زدیم. با کجا تاجیکاش بودن؟ بدخشانی اومدن، از این طرف بدخشان و اون طرف بدخشان، یعنی خیلی مردم اومدن. از کابل بودند، از ایران بودند، در ایران هم تاجیکا هستند. خب یعنی همشون که گپ زدیم. موضوع ما بود که باید چیکار کنیم که در این ملت ما کدوم پیشنهادی دارید که پیشرفت کنه تو همه در یک جا جمع شده اتفاق داشته باشیم. خب خیلی هاشون در پرسنت بالاتر میگفتند که شاید یگانه راهش همین باشد که در آینده هر مردی که مثلا خودش را تاجیک میگوید باید ازدواج کند با تاجیکان، یعنی در یک خانواده باشد که از دو طرف هم تاجیک باشند، برای که نسل آیندهشان کلا تاجیک باشد و تاجیک دوام شود. همینطور که ما پیشتر حتی خنده کده گفته بودیم، نه خیلی ها در همین فکر بودیم راستی. خب دومینش بود درباره که تاجیکا از کدوم کشوری نباشند با هم لایف روان گپ بزنن، معاشرت کنن، یعنی اپشینی باشد بینشان که یکی دیگرشون رو شناسن. و به همین خاطر ما در تیک توک هم یک صحیفه باز کردیم که اونو میتونن نوار روان کنن، اون نوارشون رو پخش کنیم به خاطر یکی دیگر رو شناسیم. مثلا منم خیلی زیادشون را نمیدارم در کجاها زندگانی میکنن. ما درباره همین تو این کوهستانا شنیدیم، دیهاتا شنیدیم که من دربارهش نمیدانستم. خیلی جالب است. خدا عمری دراز داده باشد، تن صحتی داده باشد، حتما اونجا رفته باید ببینیم از نزدیک چی رسم و آیین دارن. مثال آدمی که یکی دیگرش رو میشناسد، مثلا هم خون میگید، وقتی منم تاجیک میگویم در اون طرف هم دیگر تاجیک است، کی است، چطور است، بعد دیگه شناس میشود، بیگانه نمیشود. و باز یک دیگر موضوع به گپ زدیم که با نزدیکتر شدن تاجیکا این است که با هم کار کنند، یعنی تاجیکانی که این طرف هستند با دیگر طرف تاجیکا کتی با هم کار کنند. ممکن 6 ماه ویزا روان کنند به یکی دیگر با کار کمک کنند. مثلا تاجیکای طرفای ما بیاین این طرف تاجیکا کتی کار کنند، با پس روند به هم به یکی دیگرشون کمک میشود. دروژ نیست در بین می بیاید، یک دیگر اتفاق میگن این دوستانه اتنشینی رفتاری دوستانه پیدا میشد. مثلا این رو گپ زدیم و در همین فکر آمدیم که راه حلش همین است که در آینده باید خیلی زیاد کوشش کرد تاجیک با تاجیک همینطور رفت آمد داشته باشد. باز در نزد اون من گفتنی هستم که متاسفانه حقیقت را باید تن گرفت. ما همینجا در گرمانیا چندین به قول خود تاجیکان را دیدیم، نمیگم از کدام کشور، که به زبان تاجیکی گپ زدن میتوانستن، اما در همه جای میگفتن یا تاجیک میگفتن، لیکن گپ زدن میتوانستن تاجیکی. حیران موندم. من کوشش کردم حتی گپ زدن نتوانستن. فارسی که اونو گپ زدیم نتوانستن، فقط روسی گپ میزدن. حیران موندم. ما هم روسی میفهمیم، خدا بشکر. فهمیدن یک طرف که آدم وقتی در جای بزرگ میشود که اینقدر اهل آیلش اطراف همه تاجیک هستن، نخود که تاجیکی حرف نزنی شرم است. خب یا شاید این فقط من نظرم است، کسی دیگر اگر کدام نظری دارد حتما نوشته کند. دوستان عزیز درباره این باید فکر کنیم. راستی کس نمیداند فردا ما داریم یا نداریم. یعنی امروز داریم که شانس است کدوم چیز میتوانیم تغییر کنیم. یعنی امروز شانسی ما است. دربارهش فکر کنید.